مقامات افغانستان میگویند عملیات بزرگی برای پاکسازی سه ولایت از حضور جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی و یا داعش آغاز کردند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت وزارت عملیاتی را برای پاکسازی ولایت‌های سرپول، فورёб و ҷузҷон در شمال افغانستان برنامه‌ریزی کرده بود و با گفته او در بین جنگجویانی که در آنجا هستند خارجی نیز هستند و نیروهای افغانستان صرف نظر از ملیت آنها همشان را نابود خواهند کرد. در این میان وضع ولایت ҷузҷон بدتر بوده است و در این باره صحبتی داریم با قادر حبیب، سردبیر رادیو افغانستانی آزاد. قادر، به برنامه ما خوش آمدید و درباره دو ناحیه ولایت ҷузҷон میگفته که وضع در آنجا میگویند بدتر است و قسم زیادی از این ناحیه ها را داعش اشغال کرده است. بله، مقامات محلی در ҷузҷон میگویند که شورشیان داعش توانستند بخش اعظم دو ولسوالی ولایت ҷузҷон درزاب و قشتیپه را در تصرف خود در بیارند و تعداد زیادی از خانواده ها مجبور شدند تا این مناطق ترک بگویند. جنگجویان داعش از مکاتب در این منطقه به حیث مراکز نظامیشان استفاده میکنند. مکاتب کاملا در این ساحه بسته شده و مردم محل اکثرشان به مرکز ولایت ҷузҷон به شهر شبرغان پناه آوردند. اونا در وضعیت بدی به سر میبرند، بخصوص در هوای سرد زمستان در زیر چادرها یا خیمه ها بدون سرپناه. برای اونا وضعیت خیلی دشوار است در این شب و روز. و خودت قبل از صحبت گفتی که عملیات برای پاکسازی این مناطق از حضور جنگجویان داعش شروع شده. اگر راجع به این بیشتر میگفتی؟ امروز گزارشی که ما داریم یک سخنگوی اردوی افغانستان در شمال افغانستان میگه که اینا عملیات را در ولایت فارёб در سه ولسوالی شیرین تگاب، خواجه سبزپوش و دولت آباد آغاز کردند و عملیات نظامی به شدت همین حالا جریان داره. اونا وعده دادند که عملیات دیگری را در ولایت ҷузҷон در هفته آینده آغاز میکنن، اما از اعلام وقت مشخصی عملیات اونا خودداری کردن. گزارش ها هست که در بین این جنگجویان خارجیان هستند، چه حتی فرانسوی ها و آلمانی ها. راجع به این حضور این جنگجویان خارجی مقامات افغانستان و خبرنگاران شما در افغانستان چی میگویند؟ بله، مقامات محلی عمدتاً در این مورد صحبت میکنند و از حضور جنگجویان خارجی بخصوص در ولسوالی درزاب که به عنوان مرکز پایگاه داعش در شمال افغانستان حالا داره مبدل میشه صحبت کردند. گفتند که از ملیت های مختلف، از فرانسوی ها نام برده شده، از الجزایری ها و حالا از آلمان ها حتی نام میبرند مقامات محلی، اما اینا در این زمینه اسناد و شواهد ارائه نکردند به خبرنگار ما. همچنان از کشورهای آسیای میانه، از ازبکستان به خصوص نام برده شده. جنبش نهضت اسلامی ازبکستان به رهبری ملک یولداش فعلا در افغانستان اینا فعالیت داشتند پیش ازی و اینا حلف وفاداری به داعش یاد کردند که اینا همه دست به دست هم داده در این مناطق فعال هستند. تشکر. همکارم قادر حبیب، سردبیر رادیو افغانستانی آزاد با ما صحبت میکرد. تشکر قادر. سلامت.